تامی ناگهان از ترس به پایین نگاه کرد، اما او فکر میکرد روی یک مین قدم گذاشته است. اما وقتی که مایک دقیق تر بررسی کرد فهمید فقط یک اسباب بادی کودکانه داخل شنها بوده است. دوستش شروع به خندیدن کرد و مایک را مسخره نمود. برعکس بیشتر نگران شد. او احساس بدی داشت. فوراً به تامی هشدار داد که با احتیاط قدم بردارد، اما دیگر خیلی دیر شده بود. ناگهان حادثه وحشتناک رخ داد. تامی روی چیزی قدم گذاشت که از ترس خشک شد. مایک برای کمک به طرفش دوید، اما درست همان لحظه خودش هم متوقف شد. چیزی زیر پای او نیز قرار داشت. او جرأت تکان خوردن نداشت. وحشت تمام وجودش را فرا گرفته بود. اما درست در همان لحظه یک طوفان شدید به طرف آنها هجوم آورد. قبل از رسیدن طوفان مایک صورتش را پوشاند و تفنگش را در زمین فرو کرد. اما حالا وضعیت از قبل هم بدتر شده بود. بیسیم از کار افتاده بود. ذوقها و تدریجاتش از بین رفته بود. مایک کم کم امیدش را از دست میداد. برای زنده ماندن آخرین جرعه آبش را نوشید و مقاومت ادامه داد. ناگهان تصور کرد دشمنان به او حمله کردند. فوراً تفنگش را برداشت و به هر طرف شلیک کرد، اما چند ثانیه بعد فهمید هیچکس آنجا نیست. او متوجه شد که ذهنش دیگر مثل قبل کار نمیکند. درست زمانی که تقریبا همه امیدش را از دست داده بود، حرفی را به یاد آورد که مادرش همیشه میگفت: هیچ وقت از مرگ نترس. همین جمله به او نیرو میداد. مایک چشمانش را بست و بالاخره قدمش را برداشت، اما اتفاق عجیب افتاد. هیچ انفجار رخ نداد. او با آرامش شروع به کندن شنهای زیر پایش کرد. حقیقت بالاخره آشکار شد. چیزی که ساعتها فکر میکرد یک مین مرگبار است، فقط یک قوطی قدیمی